این تربوزچه که وزنش تخمینا از 20 کیلوگرم زیاد است. چرا تربوزچه؟ چون که در اینجا از این هم تربوزهای کلان به نهایت شمارهشون زیاد هستند. در ناحیه فرخور در جماعت دهاتی وطن در خواجگی دهخانی به نام فردوس پرورش می‌یابند. حالا پخته نرسیده است، بعد 2 روز پخته می‌رسند و به بازار برآورده می‌شوند. میرزا شریف شریفوف آموزگار است. سال سوم می شود که به دهخانی رو آورده است. در نتیجه استفاده عاقلانه و ثمرناک زمین امسال در میدان 15 هکتار پالزی کش نموده به گرفتن همه گونه حاصل بلند نائل گردیده است. خب این زمین‌ها سالی‌های دراز زمین‌های بیکار خوابیده بودند، چخیلی که زمین سازا زمین بایر میگن با یاری حکومت اجرایی ناحیه همین چیزا ما رای کردیم برای به زمین کارم تبدیل دادن. سبب اساسی آن است که از همه زمین سرحاصلی همین دهه به حساب میره، چون که سبب اساسیش این در نزد دریای سرخاب جایگیر است و سبب دیگری حاصل بودنش این است که ما همین زهکش‌هایی که میبینید زهکش‌ها رو سری وقت البته با از حساب درآمد خواجگی خودمون و این بسیار به حاصل نوکی زراعت‌های پالزی و همچنین من پختم کش کردیم نفع کلان میرسوند و ممکن است که از همین زمین زیاده از اگر خطا نکنم 50,000 زیادتر از با حساب شماره تربوزهای زیاده از 10 کیلوگرم چخیلی که شما دیدین تا 20 کیلوگرم از 20 کیلوگرم هم بیشتر وزن دارد و نوعش خالی است که بسیار بامزه است، شیرین است، مثل خربوزه بری. یکی از سبب‌های سرحاصل شدن زمین را میرزا شریف شریفوف از رعایت درست قاعده‌های ملیاراتیوی زمین می‌بیند. در خواجگی دهخانی به نام فردوس اولین کاری که خواجگیداران انجام دادند برای پس گردانیدن سطح آب‌های زیر زمینی زهبور و زکش‌های شفط زمین‌ها را تازه نمودند. استفاده ثمرناک زمین‌ها با بلند شدن حاصل زراعت‌ها مساعدت نموده در خواجگی جای‌های نوی کاری مهیا گردیدند. امروزم زیاده از 50 نفر کارگران به کار دائمی قریب تامینند، چون که از یک طرف فرض کرده من گندم گرفتیم زراعت دیوم کش کردیم شالی زیاده از 3 هکتار زمین من شالی ما الک قد ارستن خب به جای کار نمیمونند. در زمین دیگرش که قریب 3 هکتار رو تشکیل میدن باز زراعت دیوم بعد حاصل یکم من مکه کش کرده ایستادیم که هم خوراک چارو می شود، هم خوراک ماهی می شود، هم از همون چخیلی که سوتک میگویند سوزشواری بسیار باب است، مخصوصا برای بانوان برای پختن نان. در خواجگی دهخانی به نام فردوس امسال حاصل تربوز فراوان شده. روزهای نزدیک خواجگیداران به جمع‌آوری محصولات شروع می‌نمایند. این حاصل زمین را این نوبت از شهر خوجند آمده می‌برند. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه فرخار برای برنامه اطلاعاتی نوید.